گرانترین خانه‌های تهران، برج چناران. از جمله گرانترین خانه‌های تهران برج چناران هست که در منطقه الهیه تهران قرار داره. برج چناران از لحاظ امنیت و لوکس بودن و یا لاکچری بودن جزو خاص‌ترین برج‌های ایران است و صد البته برای خرید یکی از واحدهای آن باید مبالغ بسیار زیادی را در نظر داشت. این برج لوکس در منطقه الهیه در خیابان فرشته قرار داره. الهیه در شمال غرب تهران واقع شده و مملو از خانه‌های با قیمت بالا می باشد. می توان برج چناران را از جمله لوکس‌ترین برج‌های ایران به شمار آورد. برج چناران در زمینی به اندازه 5000 متر مربع ساخته شده. امکانات بسیاری از جمله آبنما، آبشارهای مصنوعی و نیز جاده تندرستی و پیست دوچرخه سواری برای آن در نظر گرفته شده و طراحی بسیار زیبایی را نیز برای آن شاهد هستیم. ایجاد این فضاها علاوه بر زیبایی که به مجموعه سوپر لوکس چناران داده، محیطی دنج و آرام برای تفریح و استراحت ساکنین فراهم آورده. در برج چناران از بالاترین تکنولوژی‌های روز دنیا استفاده شده. برج چناران توسط معماران صاحب نام فرزاد دلیر و امید غلامپور طراحی و اجرا شده. مجتمع چناران پارک رزیدنس شامل آپارتمان‌هایی با متراژ 260 تا 550 متر مربع میباشد. در لابی این برج ستون‌ها و سرستون‌های زیبایی تعبیه شده که در کنار سقف گنبدی و قوس‌های به کار رفته در این بخش زیبایی بسیاری را ایجاد کرده. علاوه بر اینها نورپردازی و نقش‌های اجرا شده در سقف‌ها و دیوارهای راهرو جلوه بسیاری به لابی مجموعه داده که در لحظه ورود بسیار چشم‌نواز بوده و نمایانگر مجموعه بسیار لوکس و بی‌نظیر میباشد. این معماری و دقت بالا در طراحی در همه جای این مجموعه به وضوح به چشم می‌خوره که حاصل آن مجتمعی تمام عیار برای یک زندگی لوکس و مرفه میباشد. امکانات برج چناران: خدمات سرو غذا، لابی بزرگ و مجلل، مشاهات بی‌نظیر بر لابی جاده تندرستی و پیست دوچرخه سواری، بهترین مصالح ساختمانی نظیر شیرالادی که روی آن آبطلا کار شده، سینمای خانگی. برج آلتون کورت نیاوران. برج آلتون کورت نیز جزو گرانترین خانه‌های تهران محسوب می شود. آلتون کورت در منطقه نیاوران تهران واقع شده. زیربنای کلی این برج 27000 متر مربع می باشد. این برج توسط طراح و معمار معروف تهران منصور وکیلی ساخته و طراحی شده. آقای منصور وکیلی دارای مدرک دکترای معماری از دانشگاه پاریس می باشند. برج آلتون کورت دارای 24 طبقه و 18 طبقه مسکونی و 5 طبقه زیر زمین برای پارکینگ می باشد. این برج دارای 60 واحد مسکونی با متراژهای متفاوت می باشد. واحدهای این برج از 200 متر مربع تا 640 متر مربع می باشند. بزرگترین و لوکس‌ترین واحدهای این برج دارای زیربنای 500 تا 640 متر و به صورت دوبلکس و تریپلکس طراحی و اجرا شده‌اند. آلتون دارای لابی به متراژ 600 متر مربع می باشد که با توجه به پنجره‌های بزرگ و قدی که رو به فضای سبز برج می باشد، زیبایی خاصی به لابی آن داده. از مواردی که این برج را نسبت به سایر برج‌های مشابه خود متمایز کرده است، باغ ایستاده و سرسرای بزرگ آن می باشد. فضای سبز مجموعه با طراحی زیبا و برخورداری از آبنماها و نورپردازی‌های زیبا باعث ایجاد فضای منحصر به فردی شده است. امکانات برج آلتون می شود گفت که سالن اجتماعات، سالن ماساژ، روف گاردن، باند هلیکوپتر، عایق صوتی به کار رفته در سقف واحدها، پنجره‌های آلومینیومی آلمان، شیشه‌های درجه 1 و چند لایه بلژیک و ایالات متحده آمریکا، سیستم خنک کننده بی صدا، سیستم اعلام حرکت هوایی، سیستم تهویه هوای تازه و فن اکسپوز آلمانی، میله پارکینگ وسیع. برج روما رزیدنت تهران. برج روما رزیدنت در شمال تهران و منطقه کارمانیه واقع شده. این برج دارای وسعتی به اندازه 7000 متر مربع می باشد. روما توسط یکی از برترین و مطرح‌ترین معماران برجسته به نام ایران فرزاد دلیری ساخته شده. همانطور که گفته شد، این برج در زمینی به اندازه 7000 متر مربع ساخته شده است و علاوه بر واحدهای مسکونی دارای واحدهای تجاری نیز می باشد. متراژ کلی این برج به اندازه 47000 متر مربع می باشد که شامل مشاهات و امکانات رفاهی است. متراژ هر یک از این بخش‌ها عبارتند از واحدهای مسکونی 32000 متر مربع، واحدهای تجاری 1000 متر مربع، مشاهات و امکانات رفاهی 14000 متر مربع. طراحی برج روما رزیدنت. طراحی روما به صورت صلیبی می باشد و همین امر باعث شده که از جهات مختلفی نور خورشید به این برج بتابد.
روما دارای 18 طبقه است که 15 طبقه آن مسکونی و 1 طبقه لابی و 3 طبقه آن زیر زمین هست که شامل پارکینگ و فضاهای رفاهی است. این برج دارای طراحی بی‌نظیری در قسمت لابی آن میباشد. روما به عنوان یکی از گرانترین و لوکس‌ترین خانه‌های تهران دارای 65 واحد میباشد. امکانات برج روما رزیدنت: سالن‌های ورزشی، سینما سه‌بعدی، مجموعه آبی، اجاق گاز ایتالیایی، فر و ماکروفر، چشمانداز شهری زیبا، دوربین مداربسته ساختمان، سیستم اعلام و اطفاء حریق، آنتن مرکزی. برج رولکس فرمانیه: برج رولکس یکی دیگر از گرانترین خانه‌های تهران محسوب می‌شود. این برج نیز مانند سایر ساختمان‌ها و برج‌های گران قیمت تهران در شمال تهران و منطقه فرمانیه واقع شده. این برج دارای فضایی به اندازه 2600 متر مربع میباشد. با توجه به اینکه این برج در کنار نمایندگی ساعت رولکس قرار گرفته، به این نام نامگذاری شده است. افراد مشهوری مانند کارلوس کیروش، علی دایی، کریم باقری و بسیار از افراد سرشناس دیگر در این برج سکونت داشتند. این برج توسط معمار صاحبنام ایرانی محمد حیدری طراحی و توسط گروه بین‌المللی سامکسون ساخته شده است. برج رولکس دارای 16 طبقه می باشد و با نمای سفید و کلاسیک خود نسبت به سایر ساختمان‌های فرمانیه جلوه می کند. رولکس دارای 10 طبقه مسکونی و 5 طبقه پارکینگ زیر زمین و 1 طبقه لابی می باشد. این برج دارای 52 واحد مسکونی با متراژهای مختلف است. واحدهای این مجموعه از 130 متر مربع شروع شده و بزرگترین آنها 300 متر مربع است. رولکس دارای پارکینگ برای خودروها می باشد که موجب رفاه هرچه بیشتر برای ساکنین آن شده. رولکس دارای 200 واحد پارکینگ اختصاصی می باشد. امکانات برج رولکس فرمانیه: پزشک مستقر، مربیان ورزشی، گروه خانه‌داری، استخر و سونا و جکوزی، سالن بیلیارد، بدنسازی و ایروبیک، لابی بسیار مجلل و باشکوه به همراه لابیمن‌های 24 ساعته، 2 استخر 700 متری به صورت مجزا برای آقایان و بانوان، سیستم اسمارت هوم سامسونگ، کارواش مرکزی، سیستم استفاده از انرژی خورشیدی برای تامین آب گرم، سیستم سرمایش و گرمایش از نوع چیلر فن و کوئل، سازه فلزی، آسانسور حمل خودرو، آسانسور مجزا برای ساکنین، شیرالات آب طلا. نظر شما در رابطه با گرانترین خانه‌های تهران چیه؟ حتما نظراتتون رو تو کامنت ها واسمون بگین.